امروز بخوری یعنی مجلس یک جمع آمدک می شود. نماینده از ایران از طرف سیاحی و نماینده از تاجیکستان از طرف سیاحی شرکت سامان تریبل همه سرجم میشیم. با من بنوار میگیرم پیشکش شما میگردونم همشو که حلاوت ببرید. اینا علاقه هفته بدون آمدن همه بچه ها مرافع هستن. ما استاد قربان صابر انتظارم. استاد قربان صابر بیاید حرکت میکنیم. این کلمه میگی کلم حقیقی امنیه. علی میگه رفیق انگشتر کرده باشی و به انگشتر بگردی بیچاره اینو دیم شاید دستم میاد تدارم در تاجیکستان هست. اما ایش هر بلا چیزی نویسته که اگر خصوص بفهمه که میفهمه خیلی زنده باشد. سفارت ایران هم سفارت تاجیکستان هم شرکت های سیاحی ایران هم شرکت های سیاحی تاجیکستان و سامان ایر است، سامان تریبل و دیگر شرکت ها همه سرجم یک جمع آمده یک جای دیدم میگیم چی گفتیم امروز یک جای اومده. من اول دست اول جای جمع آمد منش بودن شما تو خب میبینیم جای جمع آمد خب بینیم چی گپ هست دیگه همه سرجم دوستا همه سرجم هستن. اینجا در تمامی شاعرها و نویسنده ها باشن. سلام علیکم خوش آمدید. برام بالا استاد هم اینجا نه رفتم همین ساختمانی شو این در زمان قدیم تخت شاه جمشید. این استاد علاقه اینجا حساب کرد اینجا ده قصد چند ستون استمار چه خیلی دیگه وقتش ده Тогда речь будет Кима будет. Сначала Ким будет, потом он забит и не понял, значит, два ролика надо поставить. Это рекламный, вот если на английском, да? Это первым поставить. То, что надо сейчас. Это второе. Это первый. Это как проверить то, что прошлогодний сон. Давайте поднимаемся. Все. Давайте поднимаемся. Что это? Давайте поднимемся на пятый этаж. حرکت میکنه پنجم ایتاژ. سلام دوستی خوبه. در اینجا برنامه ریزی میشه در این مجلسگاه.
اینجا همون جایی که جمع مدمون میگذره، یعنی مجلس ما میگذرن اینجا. امید سیدو مدیرعامل محترم شرکت سامان ترابه و همچنین جناب آقای قدمشاه میرشکروف معاون محترم شرکت هواپیمایی سامانه. به علاوه خیلی ممنون از می‌کنم خدمت هیئت ایرانی علل خصوص مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران جناب آقای دکتر طلوعی و هیئت همراه علل خصوص جناب آقای استاد قربان صابر هنرمند مردمی و شریف ایران و همچنین جناب آقای بهداد قنبرنژاد مدیرعامل محترم نادیا پرواز. خیلی خوشبختیم و باعث افتخار ماست که امروز در خدمت شما که از بخش گردشگری و بخش هنر و صنعت که امروز هستند برای ادامه همون برنامه ها، برای باز هم رونق دادن برنامه ها و تعاملات اینجا تشریف دارند. ما همچون سفارت هر اقدامی که چی از جانب دوستای ایرانی و هر چی از جانب بخش خصوصی تاجیکستان میشن و اونا همه اونا ممنون، متشکرم. باعث افتخار است که این یک عنعنه می شود و ایزوری سپاس میکنم از آقای بهداد قنبرنژاد برای مساعدت در برگزاری این شورا بینیم و باعث افتخار است که همه شما رو من اینجا میبینم و دعوت میکنم به تاجیکستان، نه همچون سیاه، همچون برادر، همچون دوست. این ویدیویی که شما دیدین ویدیو از نمایشگاه DITE دوشنبه اینترنشنال توریسم اگزیبیشن سال قبلی بود و دستاتی اولین سال هم بود ولی دستاتی بسیار خوب بود و باز هم بسیار سپاس میکنم برای شرکت‌هایی که اینجا من دیدم اونا اشتراک داشتن. خدا دوستان عزیز از کدوز شرکت‌های ایرانی جناب آقای استاد قربان صابر. شد و من چی میتونم علاوه کنم به این چیزایی که هست. مثلا ببینید دوستای عزیز، خیلی سیاستمدارها در اوج امضا میگذارن، مهر میزنن و این کار به دست ورزشگرها میسپارن، به دست هنرمندا میسپارن و که این کار در دست اینهاست. مثلا یک 10 سال، خب حدودی 30 سال است که من میرم کارهای هنری، فیلم برداری، جشنواره‌های تئاتری شرکت میکنم و تا حدودی 20 سال پیش یک فیلمی هم پخش شده بود در چشم باد و من اون زمانی که میامدم 1-2 نفر، 3 نفر، 10 نفر شاید یعنی من میشناختن و با من عکس میگرفتن. اما 2 روز 3 روز شده است که اینجا هستیم و هیچ جایی نیست که من پیاده شم از اتوبوس یا در گردش ها، در سیر و گشت هامان، یعنی خانواده های ایرانی، دوستای عزیز ما، یعنی سعی میکنن من نگاه میدارن، عکس میگیرن و من میگم که این عاقبتی همین تدارکات هایی هست که شاید 10 سال پیش، شاید 20 سال پیش کرده شده است و نتیجهش یک هنرمند هست که مثلا امروز خدا رو شکر من میبینم استقبال میگیرم و مثلا من احساس میکنم که تاجیکستانی نیستم، ایرانی هستم و ای کاش همین گونه نفرهایی باشن که
ما باید دست به دست هم بدهیم و کار کنیم، فیلم های خوب بسازیم، در گردشگری با هم دست بدهیم و کارهامان هم مثل، یعنی در سخن نی، در حدود امضا و مهر ماندن نی، در حدود مثلا واقعیت که همان گونه که خوشبختانه با تقدیر من روی داده است و در این کار به همه دوستان عزیزان برا رو برکت میکنم و امیدوارم که هرچی گسترده‌تر کار خواهیم کرد و آینده ما را کارهای خیلی درخشان و نازنین انتظارند و در انجام صحبت اگر اجازتی از زبان حضرت مولانا میگم که در هوای بیقرار سر ز پایت بر ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، جان و دل میخواستی از عاشقان، جان و دل را میسپارم روز و شب، تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمان سر نخارم روز و شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه تارم گاه چنگم روز و شب، میزنی تو زخمه و بر میرود، تا بگردون زیر و زارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست گو، در میان این قطارم روز و شب، میکشم مستانه بارت بیخبر، همچو گل زیر بارم روز و شب. خیلی ممنون، متشکرم، لذت بردیم. در ادامه برای حسن ختام در خدمت جناب آقای قنبرنژاد هستیم. به صورت یک زبان بصری عرفانی متجلی شده، زبانی که با شکست نور و انعکاس بی‌پایان آن مخاطب را به تعلیق میان ماده و معنا، ظاهر و باطن میبرد. در اوج خود آینه‌کاری نه تنها تزیینی برای فساد، بلکه تجربه‌ای در جهانی مسئله کننده به انتساب‌های خرد شده و کاهش درجه آینه و چینش دقیق آنها در حوزه‌های منظرم بیانی بودند که فرض در کسرت و خوشتری انسان در برابر عظمت سبیا علم دولتی کشور تو سریال پایتخت اذیت نشدی؟ خوب بود؟ قصه‌تون؟ آره تاجیکستان حیف شد، اصلا قصه ناتمام بود. میرفتن اونجا فرهنگ اما گفتم که ترکمنستان که کامیون نه اونو اجازه ندادن ولی حیف شد. بعدم عجله بود که برسونن به عید وگرنه بازم درست میشد. خیلی خوب، خیلی خوب. اما در هر صورت خوب بود دیگه. آقای پناهنده خوب بود، عالی، عالی، انرژی زیاد ما خلاصه با اون گریم شما اونجا خیلی حال میکردیم. باد زد رفت. باز خیلی ناقابلی هست. دکتر